نه جانم مقبوله. برای ننه جان مقبوله. مدت 4 ماه شد مدت 4 ماه شد که همدیگر را ندیدیم. فقط 5 دقیقه وقت داشتم تا تصمیم بگیرم و به عنوان یک زن خبرنگار در خطر بودم. من خوش شانس بودم که تانستم از کشور خارج شم. کاش برای وطن هیچ اتفاق نیفتاده بود. ولی باور دارم دلم روشن هست، ولی باور دارم و دلم روشن است که به زودی همدیگر را میبینیم.